جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرح ابتکاری از بنیاد قطر. این روزها تکنولوژی نو قسمتی از زندگی روزمره بسیاری از کودکان است. مدرسه‌های نوآور سعی می‌کنند با استفاده از این تکنولوژی‌ها در کلاس درس از آنها نهایت بهره را ببرند. در مدرسه تلاش برای یادگیری در نیویورک، طراحی بازی‌های ویدیویی و بازی با آنها بخشی از درس روزانه‌شان است. تلاش برای یادگیری یک مدرسه دولتی در نیویورک است که به صورت یک بازی ویدیویی کار می‌کند. شاگردان نه تنها با بازی کردن یاد می‌گیرند، بلکه بازی‌ها را طراحی نیز می‌کنند. نه تنها مقاله می‌نویسند، بلکه آنها را به صورت پرونده‌های سمعی و بصری در رسانه جمعی خود قرار می‌دهند. اینجا هر روز با یک شگفتی آغاز می‌شود. امروز اوپرا وینفری به مدرسه آمده است. And they share with me. I'm realizing that Americans simply do not understand. دانش آموزان من رمان زنجیرها را که داستان آن مربوط به زمان جنگ داخلی است می‌خوانند. برای آنکه آنها را واقعاً به ادبیات علاقه‌مند کنم، سعی کردم به آنها دلیلی برای خواندن بدهم. اینجا بود که ایمیل معمایی اپرا به ما رسید. او با ما تماس گرفته بود تا ببیند داستان کتاب را فهمیده ایم یا نه. در مدرسه تلاش برای یادگیری، طراحان بازی با معلمان همکاری نزدیک دارند تا هر کلاس درس را به صورت یک بازی چالشی منحصر به فرد طراحی کنند. بازی‌ها بسیار جالب هستند زیرا به طرز فوق‌العاده‌ای ایجاد انگیزه می‌کنند. شما رو در روی یک مسئله پیچیده قرار می‌گیرید و تحریک می‌شوید تا هرچه بیشتر کوشش کنید. بچه‌ها عاشق بازی‌های ویدیویی هستند و در این مدرسه از آن بسیار استفاده می‌کنند. آنها با بازی کردن ریاضی، ادبیات، تاریخ و غیره می‌آموزند. کلاس‌های دیگر مثل ریاضیات و انگلیسی خوب هستند، ولی به اندازه کلاس‌هایی که خودمان بازی را طراحی می‌کنیم لذت بخش نیستند. اولین بازی که من ساختم کشتن بود. من دشمنان بسیاری طراحی کردم ولی هیچ جدیتی در آن نیست. برای اینکه اگر دشمن شما را بکشد، شما این فرصت را دارید تا نیفتید و دوباره به روی صحنه بازگردید و مبارزه کنید. اگر آن را دشوار طراحی می‌کردم، بسیاری از افراد دوست نداشتند با آن بازی کنند. در استونی که استفاده از اینترنت و تکنولوژی نو در سطح بسیار بالایی است، در مدارس تخت سیاه سنتی کم کم جایش را به لوح‌های کامپیوتری ارتباط متقابل واگذار می‌کند. این قسمتی از انقلاب فناوری است که در تمام کشور آشکار است. اما نوآوری‌های این چنین تا چه اندازه مفید هستند؟ در گزارشی از تالین می‌بینیم. در مدارس استونی وقتی شاگردان ریاضی یا زبان خارجی می‌آموزند، از تخت سیاه رایانه‌ای استفاده می‌کنند. به آن تخت سیاه ارتباط متقابل نیز می‌گویند و عمدتاً برای دستور زبان خارجی و ریاضی استفاده می‌شود. این روزها بخش سرگرمی اهمیت بسیاری دارد و دانش آموزان می‌خواهند تا در کلاس به صورت فعال شرکت کنند. کتاب، مداد و رایانه دیگر کافی نیستند. از طرف دیگر، دانش آموزان خیلی سریعتر یاد می‌گیرند چون فعالانه در این روند شرکت می‌کنند. دانش آموزانی که به تکنولوژی نو خو گرفتند، می توانند به راحتی از تخت سیاه کامپیوتری استفاده کنند. گروه‌های سنی متفاوت با برنامه‌های سنی مناسب خود کار می کنند. کار برای معلمان نیز آسان‌تر شده چون توجه همه بر روی تابلو هوشمند است و تمام دانش آموزان به صورت کارآمد کار می‌کنند. این طرز یادگیری لذت بخشتر و سریعتر است. معلمان باید محتوای تابلو را قبلا آماده کنند، اما در زمان آموختن درس روند کار سریع است.
تابلوها به اینترنت متصلند و بسیاری از تکالیف را میتوان از آنجا پیاده کرد. امتحانات دیگر بر روی کاغذ انجام نمی‌شوند، سوالات 4 جوابی بر روی صفحه پاسخ دیجیتالی نمایش داده می‌شوند و دانش آموزان فقط باید دکمه درست روی صفحه را فشار دهند. اگر شما معلمی را رباتی توصیف کنید، معمولاً تعریف خوشایندی نیست. اما در کره جنوبی وقتی ربات‌ها برای تدریس زبان انگلیسی به کار گرفته می‌شوند، این کلمه معنای متفاوتی دارد. در این گزارش می‌بینیم. در کره جنوبی ربات‌ها در آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به نیاز روزافزون معلم زبان انگلیسی پاسخ داده باشند. در این کشور به اندازه کافی معلم انگلیسی زبان وجود ندارد، ولی در فیلیپین آنها فراوانند. به همین دلیل دولت کره جنوبی با بنیاد نهادن برنامه‌ای در شهر دایگو در جنوب شرقی کشور، معلمان انگلیسی را در قالب شخصیت‌های رباتی به کلاس‌های درس وارد کرد. هدف ما این نیست که اینکی معلم واقعی انگلیسی شود، بلکه می‌خواهیم که او دستیار معلمان کره‌ای بشود. ما فکر می‌کنیم که موفق شده ایم، چون دانش آموزان علاقه بیشتری به زبان انگلیسی پیدا کردند و تلفظشان نیز بهتر شده است. توسط این تکنولوژی که حرکات را ردیابی می‌کند، این صفحه نمایشگر تخت حالات چهره معلمان را که در کشور دیگری هستند تقلید می‌کند. دانش آموزان با ربات‌ها تنها نیستند و معلمان واقعی در کلاس‌های درس حاضرند. من کلاس اینکی را دوست دارم. در ابتدا ما همیشه ترانه هلو را می‌خوانیم، سپس چیزهای تازه‌ای را که قبلا هیچ وقت یاد نگرفته بودیم یاد می‌گیریم. در آخر گروه‌هایی تشکیل می‌دهیم و به انگلیسی بازی می‌کنیم. در 2 سال آینده دولت کره اینکی را به تمام کودکستان‌های کشور می‌فرستد تا نه تنها انگلیسی را بیاموزند، بلکه در ریاضی، علوم و هنر نیز مفید واقع شود. در اولین کلاس‌های درس بچه‌ها خیلی راحت نبودند. آنها فکر می‌کردند که معلم انگلیسی درون ربات است. به همین دلیل من به آنها توضیح دادم که اینکی چگونه کار می‌کند و حال با خیال راحت با آن یاد می‌گیرند. آنها اکنون واقعاً راحت هستند. اداره آموزش و پژوهش اطلاعات کره که ربات‌های رایانه‌ای را توسعه داده است، باور دارد که این ربات‌ها تأثیر مثبتی برای تامین فرصت آموزش برابر به همه دانش آموزان را دارند. خب ما دیدیم که تکنولوژی که توسط انسان‌ها همراهی می‌شود نتیجه بخش است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. جهان دانش در همکاری با وایس، طرحی از بنیاد قطر.